سلام. امروز هم میخوام یه هنرمند مشهور رو به تو معرفی کنم. شاید خیلی بشناسنش. کسی نیست جز بهروز وثوقی. بهروز وثوقی که نام اصلیش خلیل وثوقی است، در سال 1316 در شهر خوی به دنیا آمد و پس از اخذ مدرک دیپلم متوسطه در جستجوی کار به تهران آمد و در سال 1337 به کار دوبله فیلم‌های خارجی و ایرانی مشغول شد. وثوقی پس از 3 سال فعالیت در این حرفه با حمایت یکی از هنرپیشگان زن سینمای آن روزگار به نام پوری بنایی با فیلم 100 کیلو داماد فعالیت سینمایی خود را آغاز کرد. او برادر چنگیز وثوقی و شهراد وثوقی است که هر دو در ایران به کار هنرپیشگی مشغولند. وثوقی قبل از بازیگری در سینما کارمند اداره دارایی و بعد دوبله و گوینده رادیو تلویزیون بود. جوان اول آن سالهای سینمای ایران در بسیاری از فیلمها به ایفای نقش پرداخت. از جمله فیلمهای مطرحی که وی در آن به ایفای نقش پرداخته است میتوان به قیصر، سوت دلان، ذبیح، کندو، داشاکل، خاک، بلوچ، تنگسیر، همسفر، ممل آمریکایی، رضا موتوری، دشنه، توقی و غیره و غیره نام برد. بهروز وثوقی پس از آن به آمریکا رفت تا در فیلم گربه در قفس ساخته تونی زرین دست بازی کند که اقامت او در آمریکا با انقلاب اسلامی مصادف شد. در سال 2000 دوران جشنواره فیلم سان فرانسیسکو جایزه آکیرا کوروساوا را به عباس کیارستمی اهدا کردند و او نیز به بهروز وثوقی تقدیم کرد. وثوقی بعد انقلاب دوستی خود را با ناصر ملک مطیعی و جمشید مشایخی حفظ نموده و به گفته خودش فقط با این 2 هنرپیشه در داخل کشور در ارتباط است. بهروز وثوقی از ستایش شده ترین و به عقیده بسیاری از اهالی سینما و هنرمندان یکی از بهترین بازیگران تاریخ سینمای ایران است. آخرین کار هنری و اولین کار بهروز وثوقی در صحنه تئاتر ایران بازیگری در نمایشنامه موضوع جدی نیست از لویجی پیراندلو، نویسنده به نام ایتالیایی، به ترجمه و کارگردانی ایرج انور بود که در تابستان 1357 در انجمن ایران و آمریکا به اجرا درآمد و نقش مقابل او را شهره آغداشلو به عهده داشت. تلویزیون ملی ایران این نمایش را به کیفیت عالی ضبط کرد اما هرگز پخش نشد. خسرو شکیبایی، بهمن قبادی و عباس کیارستمی از بهروز وثوقی بارها و بارها به عنوان کسی که دیدن فیلمهایش آنها را به سینما علاقه‌مند کرده است یاد کردند. بهروز وثوقی به مدت 1 سال از 1354 تا 1355 همسر گوگوش بوده است. ماجرای عشق بهروز وثوقی با گوگوش این چنین شروع شد که هنرپیشه معروف یعنی پوری بنایی دوست صمیمی بهروز بود و از طرفی با گوگوش آشنا می شود و به واسطه وی
این دو هنرپیشه معروف با هم آشنا می شوند و با بازی در فیلم ممل آمریکایی عشق این دو زوج هنری به یکدیگر شعله‌ور شده و منجر به ازدواج آنها می شود. ولی متاسفانه ازدواج به ثمر نرسیده و پس از 1 سال زندگی مشترک این برابری به طلاق می انجامد. همسر فعلی او کتایون امجدی است و دختری به نام لیلا دارد. اگر از برنامه‌های ما خوشتون اومد لطفاً عضو شدن و اشتراک رو فراموش نکنید.